رکوردی صدامون که 10 دقیقه است رکورد. دوربینم که رکورده. دستا رو میز باشن بهتره یا زیر میز یا دست رو؟ نه رو میز. هر جا دوست داشتی بذار. مثلا قرار نیست دستت کسی ببینه. خیلی صدای کم شه. یک چرا اینو دادی من؟ چون من صدام خوبه، تو صدات کمه. این هم که اینمش میدم. مدیر برنامه اصلا چکاش سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز دهم دی هستیم، کنار بچه ها نشستیم و قرار این اپیزود رو برای شما بگیریم. امروز کنار من میلاد و مهدی هستن. سلام، چطوری؟ چه خبر؟ سلام، امیدوارم روزتون خوب باشه. البته صبح خوبی داشته باشین. صبح بخیر. ساعت 9:41 صبح سردتون بخیر. بله. الان چون هوا سرده دیگه. امروز البته گفتن سردترین روز امساله. سردترین روز امسال داخل دسفوله. نه کلا تو ایرانه. من نمیدونم ایران. تهران امروز -5 بوده صبح. مثلا 6 -5 بوده. خیلیه. نظری نداری؟ نه. خیلی هم عالی. نظرم در مورد تهران باید چی باشه؟ آب و هوا. نه سرد بودن هوا. کلا سرد بودن هوا. هوا سرده، کارش نمیشه که زمستونه هوا سرده. حالا ما این در موردش چه خبره دیگه؟ خوبید؟ مرسی. تو چی کار میکنی؟ سلامتی خدا رو شکر. ما که درگیر کار و بار و این چیزاییم. خب درگیر عکاسی، چاپ عکاسی و این چیزا. آقا من 10 تا کار چاپ کردم. 10 تا. یعنی 10 تا کاغذ با چاپ لاستر روی کاغذ لاستر. خب نمیدونم چیه ولی خب یه کاغذ چاپ. خب. اوکی. آره. چاپ عکس‌ها رو دیدی؟ آره. همون کاغذ است. آها خب چقدر در اومده باشه خوبه. والا ما تا جایی که یادمه نه بذار 20 تا دونه بوده با 2 تا کاغذ چند در چند بزرگ آچار. آره من والا رفته بودم چند تا 3 در 4 بگیرم. خب فکر کنم 400 تومن دیگه. چند تا 3 در 4 شد 400 تومن. تو دیگه 20 تا آچار چاپ کردی، خدا میدونه چقدر بالای 2 میلیون تومن. نه حالا اینقدر نشده ولی خب کمتر. قیمت همکارمو حساب کردم مثلا آها. شده 60 خورده شده 60 خورده. خب یعنی مثلا حالت عادی نرمش 100 هر کدومشون، ولی مثلا 60 2 تومن میشد دیگه مثلا اگه بدون عکس و تدوین و این چیزا همه چی خودت آماده کرده باشی. اینم خیلی نکته مهمی توی قیمت گذاری. آخه اون طرف که برای تو اون عکس رو گرفته جداگانه، عکس رو هم چاپ کرده، هم ادیت زده، هم پول دوربینش رو حساب کرده. آره خب همه اینا رو حساب میکنه که میشه اون مثلا میشه 400 تومن. خب الان خلاصه اگه خودت چاپ اینجوری کمتر میگیره. آره دیگه مثلا اگه فایلت آماده باشه و همین چیزا تو چیدمان کرده باشی دیگه پول چاپ ازت میگیره. دقیقاً همین شده 1,700,000 تومان. باشه بحث رو عوض کنیم بریم سر موضوع دیگه. قیمت و چاپ و اینا رو دیگه تموم کنیم. من هنوز نمیدونم موضوع دیگه به دردمون نمیخوره اینا که میگه. خب باش فهمید. خب یک سوالی بچه من تو ذهنم بود. اگر در آینده نزدیک زمین نابود شد، خب ما میتونیم روی یک سیاره دیگه اسکان پیدا کنیم؟ اول از همه میمیریم. راست من همین می‌خواستم بگم. خب نه دیگه مثلا فکر کنم ما جابجاش میدونم در حدش. اگه بخوایم واقعی گرایانه بهش نگاه کنیم ما از اینجا تا کشور دیگه هم نمیتونیم بریم. پس قطعا میمیریم. ما ایلان ماسک نیستیم بریم سیاره دیگه. خب ولی سیاره دیگه هم بخوایم جمع انسانایی این لیوان کثیف بود. نه شستم مطمئنی؟ پس گرد و خاک کجا؟ نه بخور بره. بیشتر این گرد و خاک رو داخل هوا خوردیم. درست بگو. بعدش چی داشتم میگفتم؟ خدا گفتی نمیتونیم بریم کشور دیگه بریم. بعد میگه همه جمعیت کره
کره زمین برن یه سیاره دیگه که خب امکان نیست. نکن من میگم اصلا اسکان پیدا بتونیم بکنیم توی سیاره نگاه کن اسکان اگر برنامه ریزی داشته باشن حالا دولت‌های دیگه حالا مثلا باید از نکن در لحظه نمیشه همچی کاری کرد. مثلا این که بگیم اونا تجهیزات کامل آماده است مثلا قبل تجهیزات رو چیدن رو سیاره برن شدنی هست خب ولی بازم مثلا ولی اگه یهویی بخوان اقدام کنن اصلا شدنی نیست مثلا داخل 1-2 سال نمیتونی همچین کاری کنی اصلا اول بعد دنبال سیاره‌ای که بشه دوست دکونت کرد بگردن بعدش حالا 2 سال تازه هنوز ما خارج منظومه شمسی هم نمیتونیم بریم ما هم یه دونه سیاره رو میگفتن یه نظریه بود نه مریخ نه یه سیاره بود که شبیه کره زمین بود میگفتن نزدیک مدار ما هم میشه اون سیاره فکر کنم نمیدونم چی بود ولی سیاره بزرگیه یعنی جرمی خیلی بزرگتر از زمینه و اگه ما بخوایم بریم رو اون بدن ما توانایی مقابل با اون گرانش نداره جاذبهشو نمیتونه تحمل کنه مثلا نه خب وقتی وارد جوش میشیم خیلی اون که هست ولی مثلا اگه یه وزنه اینجا 1 کیلوه ممکنه اونجا 10 کیلو باشه یعنی قشنگ وزن تو 10 برابر میشه وزن نه جرم خب میدونی اصلا یکی از عامل‌هاشو اگه بخوایم بگیم برای زندگی انسان چند تا شرط وجود داره یکی آب مایع اصلا آبی که وجود داشته باشه بتونیم استفاده کنیم یکی اکسیژن یا امکان تولید اکسیژنه که یعنی مثلا گیاه بکاریم یا اکسیژنی به دست بیاریم و دمای اونجاست دما خیلی مهمه دما هم خیلی مهمه قابل تحمل برای بدن انسان و تمام مثلا همه چیزا بشه اگر ما الان مریخ خب مریخ کشور خیلی کشور خوبیه میخوام برم بابا خیلی سیاره بیابونیه خب ولی دماش سیاره خاکیه بیشتر از خاکی خاک و بیابونه آتش فشان داره آتش فشان هم داره بعد چیز اصلا خیلی سرده درست فاصلش از خورشید زیادتره زیادتر از زمینه ولی کلا خب که سرده و سر همونم خیلی چیز داشتن نظریه داشتن که برن بمب اتم منفجر کنن همچی چیزی که اصلا شدنی نیست در حال حاضر درست حسابی. خب چیز دیگه ای که هستش جاذبه مناسبه نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد مثل زمین که یه جوری بکشده یا خیلی دیگه شل باشی رو هوا اون سیاره که گفتی خیلی چیز خیلی شبیه اون شبیه هست ولی جاذبه نگاه کن هر چی جرم یک سیاره بیشتر باشه جاذبهش بیشتره یعنی هر چی سیاره وزن هر چی سیاره وزنش بیشتر باشه سنگین‌تر باشه بزرگتر باشه جاذبهش هم قاطعاً بیشتره اگه بخوایم یه سیاره به جرم خودمون پیدا کنیم باید مثل زمین اندازه زمین دقیقاً کپی برابر اصل زمین باید پیدا کنیم درست و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه یه محافظی مثلا همین چیزی که دور کره زمینه نه دیگه لایه اوزون اتمسفر محافظ در برابر تشعشعات میخوایم که مثلا خورشید دیگه نزنه همه چیزو الان اکثر سیاره‌های منظومه شمسی ندارن تنها سیاره‌ای که محافظ داره زمینه مهمتر از همه اینا منابع غذایی البته چی میگم تشعشعات به خاطر اتمسفر نیست به خاطر خورشیده نه به خاطر میدان مغناطیسی زمینه میدان مغناطیسی زمینه که جلو تشعشعاتو میگیره بله اتمسفر و لایه اوزون هیچ کاری نمیکنه تاثیر آنچنانی نداره دقیقاً آره خلاصه اینجوری و سیاره‌ای هم که شبیه کره زمین باشه انگار فعلا نیست یا خیلی دوره هستش الان مثلا زده نزدیکترین سیاره خارج از منظومه شخصی به ما منظومه شخصی ما پیروکسیما بیه اسمش
نمیدونم چقدر فاصله داره، ولی خب پروکسیمای بی نزدیکترین سیاره و شبیه ترین سیاره به چرا ماست. فاصله شه؟ نمیخواستیم بفهمیم. خب اگه بخوایم فاصله این سیاره رو بگیم، فاصلهش 4.2 سال نوریه. 4.2 سال نوری، یعنی تو با سرعت نور 4 سال طول میکشه برسی اونجا دیگه. فکرشو کن بدون سرعت نور، که سرعت نور تازه 300,000 کیلومتر بر ثانیه است. اندازش تقریبا نزدیک به زمینه، سنگینه مثل زمین، یعنی در اصل جوش هم شبیه زمینه، اندازش شبیه زمینه. توی کمربند قابل سکونت سیاره ها هست و دما هم ممکنه کمتر یا بیشتر باشه، همون اندازه باشه. خیلی کامل ننوشته. آره. و همین کوتوله قرمز هم کوتوله اسمش کوتوله قرمز به فارسی. کوتوله قرمز چه جالب. تا الان نشد. بله کوتوله قرمز. خب اگه شما یه همچین آپشنی بود میرفتید، فکر کنم اصلا زمینم نابود نشده. اگه میشد بریم چرا نشد؟ چرا نریم؟ 3 سال دیگه. خب من میگم اگه میشد بریم خب چرا نریم؟ خب خیلی خوبه که آدم بره مثلا سیاره دیگه، ولی خیلی زمان بره نه اصلا به اون شکل برسه. پیدا کرد. حالا البته پیدا می‌کنی. یه چیزی بگم، حالا بجز این که مثلا شبیه زمینه، باید مثلا بره آدم اونجا اصلا شناسایی فکر کنم مثلا چیز بخوای بسازی کلا، نه اصلا کاری نداره. خاکش باید شناسایی شه، هواش باید شناسایی شه، درخت‌ها، گیاها، موجوداتش همه مهمتر، حشراتش، همه چیزش باید شناسایی بشه. اصلا یهو نری اونجا مثلا به حشره 2 متره مریضی بگیری دیگه، اصلا خب اصلا هیچ کاری نمیتونی اونجا بکنی، میمیری. یا مثلا یه سیاره دیگه هم انگار پیدا شد، یا در ناسا، کاپتل 452 بی. چی؟ کاپتل 452 کاپتل کاپتل معروفه به پسر عموی زمین. خیلی جالبه، انقدر شبیه. یعنی خب یه سیاره خارج از منظومه شمسی، دور از ستاره های شبیه به خورشید. دور ستاره های شبیه به خورشید هم میچرخه. خب سال 2015 هم کشف شده. چند سال نوری فاصلشه؟ فاصلش 1400 سال. 1400 سال نوری. 1400 سال نوری چجوری اینو کشف کرد؟ یه چیزی بگم، تا این 1000 تا 1400 اون 2 سال نوری با ما فاصله داشت. 1400 اصلا هیچ جور نمیرسیم. اصلا نمیرسیم. بفرستیم هم میمیرن. اگه بخوایم اگه بخوایم حساب کنیم که با همین سرعت معمولی شاتلامون که فضانوردامون و اینا موشکامون بخوایم برسیم به سیاره همون که 2 سال نوریه، چقدر باید شاتل چقدر میشه؟ شاتل که حالا اشتباه بود، اون یارویی که شبیه جتن رو میگن شاتل. 9 تریلیون چی؟ 9 تریلیون کیلومتر. آره خب خیلی میشه، خیلی زیاده. 54 میلیون سال. با سرعت شاتل اندازه. بعد با چقدر سرعت حرکت کنی؟ سرعتمون 10 کیلومتره، بیشتر نمیره آخه. نه اینا رو بارش بده. خیلی طولانیه. آره اصلا نمیرسیم. برسیم اصلا فکر کنم شاتل خرابه. چجوری ساله میمونه تا سوخت کم میاری، در خلا داری همینجوری میری. خب چجوری آخه اصلا نمیشه. اول مسیرت انتخاب میکنی، بعد موشکت رو میزنی میری، بعد خودش میره همینجور. فکر کنم یکی اومد داخل هم میگیم سلام ببینید تا تو پادکست ما شرکت کن. خلاصه اینجوری نمیبیننش دیگه. و این که به نظر من اون بچه‌هایی که داخل یوتیوب میبیننش. آره نکن یه چیزی هستش به نظر من، اگه ما اینجا نکن انسان اولیه رو دیدی. خب انسان اولیه با تغییرات اقلیمی و کلاً کره زمین به اینی که الان ما هستیم رسید.
من میگم اگر ما قرار باشه نسلی روی یک سیاره دیگه داشته باشیم، با گذشت زمان احتمال داره چهره هاشون هم عوض بشه. اصلا نگاه کن، اتفاقا یه ویدیو بود که گفت اگه مثلا انسان بره روی کره ماه زندگی بخواد کنه چی میشه. خب اول از همه که مثلا خود ما بریم اتفاقی نمیفته خیلی واسمون، چون قبلا مثلا رو ماه رفتن جاذبهش کمتره. بعد گفت مثلا اگه بخواد یک کسی اونجا تکامل پیدا کنه با اون جاذبه قدش بلندتر میشه. خب مثلا اگه یک کسی اونجا به دنیا بیاد قدش قاعدتا بلندتر میشه. بعد خیلی تاثیر داره دیگه، قدش خیلی بلندتر میشه. یعنی ممکنه فرض مثلا یه انسان عادی 180 باشه اینجا، اونجا ممکنه 2 متر و 80 باشه. ولی چه فرقی داره؟ استخوناش فوق العاده ضعیف میشه، عضلاتش کاملا تحلیل میره، یعنی عضله‌ای نداره تقریبا. ژله‌ای نه حالا ژله‌ای که نه، ولی خیلی ضعیف‌تره. یعنی به فرض مثال اون اگه بیاد رو زمین درجا ممکنه بیفته و یه جایش بشکنه، یا مثلا بیاد اونجا مثلا این لیوانو میتونه بلند کنه ولی رو زمین نمیتونه. خب من مثلا اگه یه فردی مثل از زمین بره اونجا و با اون درگیر بشه قطعا بازنده بازی اونه. درست. چون اون زورش به این فرد رو زمین نمیرسه. توی کهکشان خودش هم ما نمیتونیم زورمون به اون نمیرسه. چی؟ توی کهکشان خود اونم ما نمیتونیم، ما زورمون به اون نمیرسه. نه ماهو دارم میگم. آها خب ولی الان من یه تحقیق دیگه کردم. من میگم اگه یک شخص روی ماه خب زندگی کنه و تکامل پیدا کنه، رو ماه قدش بلندتر میشه، استخوان‌های ضعیف‌تر میشن، ولی آره دیگه عضلاتش ضعیف‌تر میشن نسبت به این داستان. آره. جاذبه اگه متفاوت باشه، جاذبه کمتر باشه، صورت‌ها ممکنه کشیده‌تر بشن. خب همین دیگه، چون جاذبه بیشتر باشه استخوان بندیمون فشرده‌تره و پهن‌تر میشیم. نگاه کن الان خود کسایی که حتی میرن داخل ایستگاه فضایی اونجا کار میکنن، مثلا یه یارویی بود خدا کجایی بود، کره بود نه ژاپنی بود چی بود، اونجا رفته بود بعد از مدت ها که برگشته بود زمین، داخل همین فاصله کمی که بود، حالا سنش هم رفته بوده بالا دیگه، رشد نمی‌کرده این بشر، برگشته زمین چند 10 سانت اینا به قدش اضافه شده بود. آره من ندیده بودم. خب این سرچ هم نکردم. این به قدش اضافه میشه. چرا؟ چون هیچ فشاری روی ستون فقرات نیست. خب و سر همین فشاری به فرد نمیاد که ما جاذبه نمیذاره رشد کنیم، اگه نه مثلا که قدمون خیلی بلندتر میشه، چون دیگه تا جایی که جا داره رشد میکنه طرف. اونجا چون هیچ فشاری روی استخونا، غضروفا و ستون فقرات نیست، طرف قدش راحت کشیده تر میشه، اجازه رشد داره. درست. نور و تشعشعات ستاره هم تاثیر داره. اگر تشعشعات بالا باشه پوستمون تیره میشه، نورم اگه کم باشه پوست روشن‌تر و چشم هامون بزرگتر میشه. خیلی جالبه. نفهم دوباره بگو. نکن اگر نورمون کم باشه پوستامون که روشن‌تره، اصلا طبیعت حالت عادی هم همینه. دقیقاً. و چشم ها بزرگتر میشه. احساس کنم به خاطر دریافت نور بیشتره. الان خود به همون الان اگه به موجودات زیر دریا هم نگاه کنیم، مثلا اونایی که داخل عمق خیلی زیادن، میبینیم مثلا اصلا پوست شفافه. مثلا پوست شفافی داره یا پوست خیلی سفیدی داره اون موجود. مثلا ماهیای اونجا خیلی پوست روشن‌تری داره نسبت به سطح آب. چشمای بیرون زده تری دارن، مثلا چشم خیلی بیرون زده ترن. و من یه سوال دارم، اون دو تا سیاره که گفتی مثل زمینه، اونا خورشید و ماه دارن دیگه؟ آره دیگه اصلا دور یک منظومه ای میچرخن شب و روز مثلا. آره دیگه. البته شب و روزشون ممکنه طولانی تر باشه، شاید طولانی یا طولانی تره یا کوتاه تره. حالا من چیز میکنم. و جو هوا هم باز تاثیر داره. فشار هوا، جو و کل هوا، فشار اتمسفر. اکسیژن هر چقدر کمتر باشه سوراخ بینی ها بزرگتر میشه، هوا سرد بیشتری. آره دقیقاً. هوا سردتر باشه بینی باریکتر و بلندتر میشه، هوای گرم هم بینی رو پهن میکنه. آره همه اینا تاثیر داره دیگه. هر کسی نسبت به
اون جایی که هست تکامل پیدا میکنه. مثلا اون فردی که داخل آفریقا دماغ بزرگتری داره، پوست تیره تری داره که مثلا داخل آفتاب چیز نشه، مثلا بدنش نسوزه، مثلا تعریقش بخار نشه، همچین حالتی بدنش خنک‌تر بمونه مثلا. ولی مثلا داخل ایران مثلا چرا مثلا اکثرا دماغمون قوز داره؟ به خاطر اون خاکیه که توی هوا هست. مثلا طی هزاران سال این تکامل پیدا کرد که دماغ آدم یه مثلا قوس داشته باشه که این خاک وارد بینی نشه، وارد ریه نشه. دماغمون به اندازه است، لبا به اندازه، قد به اندازه، دیگه هر کی یه جوره دیگه. نکن این تغییرمون چقدر مثلا طول میکشه تا اتفاق بیفته؟ خیلی تغییر محسوسش نکن خیلی کم، چند هزار ساله. تغییر واضحش و تغییر کلا انسان‌ها رو عوض کنه 10,000 سال، 10,000 سال. تغییر کاملا متفاوتش 100,000 ساله. و دیگه الان قدمت انسان روی زمین خیلی زیاده، فکر کنم چند 10 میلیون سال میرسه دیگه، از زمانی که دیگه قشنگ شروع کرد تکامل. خیلی بیشتر از این حرفا، بیشتر 5-6 هزار سال، اصلا 5-6 هزار سال هیچی نیست در برابر تکامل انسان. به قول تو ما اگه از همون ماهی اومده باشیم که اون مثلا اون تئوری رو بگیریم، هم ماهی اومده باشیم، خودش بالای 20 میلیون سال طول میکشه. آره بابا اصلا تا به اینجا برسه، از ماهی مثلا برسی به این خیلی حرفه، خیلی. حالا ما اون تئوری رو میگیریم میگه آدم و حوا و اینا، اونا که اصلا کلا اون یه بحثش مذهبی میشه، ولی اگه بخوایم بحث علمیشو بگیریم دیگه از اون خیلی فرقشه. خب یه سوالی هست، آیا انسان‌های جدید گونه جدید میشن که اگه ما بگیم ارتباطشون کامل با زمین قطع بشه، یعنی دیگه زمین برنگردن و شرایط خیلی اسمشه به زمین برنگردن شرایط خیلی فرق کنه؟ و در جواب باید بگیم بله، گونه جدیدی در آینده از انسان شکل میگیره اگه ارتباط کامل قطع بشه با زمین. آره خب قاعدتا همین میگم، اگه مثلا طرف بره روی ماه کلا زندگی کنه مثلا 50 سال، همون لحظه که به دنیا میاد دیگه داخل ماه باشه، خب خیلی فرقش میشه. و تنها سیاره‌ای که بتونیم همچین اتفاقی برای انسان رو بیاد همون کپلر 452 بیه، همون که گفتیم برادر پسرعموی زمین. اوکی بله دیگه. صدای فن دوربین ضبط نمیشه، میدونم خیلی دورتر از این حرفاست. صدا هواپیما دقیقاً یعنی اصلا به دوربین دیگه نگاه نمی‌کنی. و وقتی ایلیا گفت که یکی انتقاد کرده، احساس می‌کنم خیلی بهتره اینجوری، خیلی به دوربین نگاه نمی‌کنی. من 5 دقیقه یک بار نگاه می‌کنم یه لبخندی میزنم. من اصلا یادم رفت دوربین. آره من قراره ما گپ بزنیم. اگر پادکستی باشه که دوربین دیگه واقعا معنایی نداره. ما ارتباطمون با شما قطع نشده ولی خب آره خلاص اینجوری. اینم میکروفون دست محمد شد. سوال بعدی، این سوال فکر می‌کنم خیلی این اگه بخوای گستره نکنم جذابش جذابه، ولی اگه بخوای بازش کنی دیگه بری تو عمقش خیلی طولانی میشه. خیلی طولانی میشه. آره چرا تو سرده؟ تو سردت نی؟ نه من نمیدونم چرا سردم. باز بهتر از قبل. با تابستونه اینجا میپختیم. آره اصلا نمیتونستی نفس بکشی. بچه‌ها که اینجا بودن که اصلا کیپ به کیپ بود اینجا. فکر کنم برقا هم میرفت. آره تایم ضبط هم نمی‌دونستیم که یه دیگه کلا همینجوری میومدیم میرفتیم. بریم یه بخش کوتاهی ببینیم و برگردیم.
آرشیو صوتی مرحوم گلشن ابراهیمی ندیدین تو؟ بریم بابا حالا بخواد بگیم خوبه شد. خب من اینجا دوست دارم نظر تو در مورد این موزه؟ راضیم. خوش گذشت. چی دیدیم دقیقا؟ سازه ایرانی رو دیدیم با دیتیل. جزئیاتش رو دیدیم. ریز به ریز اسمشو نوشته بود. بله. بعد نوازنده ها رو نوشته بود. عکساشو گذاشته بود. لباس رو تجهیزاتش بود. وسیله شخصی نوازنده ها رو گذاشته بود داخل موزه. آره دقیقا. جالب بود تجربه برای یک بار خوبه. برای یک بار. برای بار دوم که اصلا نمیارزه. آره برای بار چیزی نداشت که بخوای مثلا اگه اجرای موسیقی بزنن آره میارزه. چرا یا نه؟ بکنم آدرس هم بگو. تجریش خیلی ممنون. ما برگشت بگو داشتی میگفتی یه کاری کرد که دیگه هم نزنی. داشتن منو هیت می‌کردن دوستان. من انتقاد پذیر نبودم امروز اینجوری شروع نمی‌کردم. بگو حرف بزن. بگو انتقاد کن عزیز. خب خلاصه سوال بعدی که این اپیزودو بیاد ببندیم به نظر من. خوبه. تایمش هم آره دیگه تایممون هم که اوکیه. میتونیم توی اپیزود بعدی که هفته آینده میاد در مورد موضوعات دیگه حرف بزنیم. من کلاً با نجوم حال میکنم و طرفدارای زیادی هم داره. نجوم کلاً علم قشنگه و البته هم دیوونه کننده است. من عکاسی ستاره خیلی دوست دارم. خیلی گسترده. متاورس چیه؟ مرد حسابی داداش متاورس اصلا مشتی بیگ بنگ بوم متاورس که هر جهانی خودش بیگ بنگی داشته اون که اصلا یه چیز جداست. بابا متاورس داش مولتیورس کدوم متاورس رو داره میگه؟ مولتیورس رو میگه. این نگفتی متاورس تو اپیزود قبل خب که اصلا به پخش هم با متاورس اصلا یه چیزی نه همین بود. گفت من هی میگفتم مولتیورس. خب چند فضای چیزا رو داره میگه. اون منظورش با بعدهای این چیزا رو موازی جهانهای موازی. این منظورش با بعدهای دیگه. آره بابا جهانهای موازیه. من یه اپیزود داشتم خب من مهمون بودم اینجا من در مورد مولتیورس صحبت می‌کردیم. من اون نفسم بودیم. بعد خلاصه یه 20 دقیقه پخش شد هر چی نه پخش نشد. به پخش نشد. داشت کلا یه دونه اپیزود داشتیم که در مورد مارول حرف زدیم اون پخش نشد. اونم جزش دیگه بود. یه در مورد داستان یه الان قاطیش نکن دیگه نرو. آره بعد دیگه به پخش نرسید. بعد ایلیا من میگفتمش مولتیورس ایلیا میگم متاورس. البته اینو برش شد متاورس نگفتی آخه یه چیز دیگه است. من فکر کردم اونو الان داره میگه. نه منم اولش فکر کردم داره همین جریان آقا اون اصلا ادامه‌ای نداره. جهان مجازی و اینو میگه. الان یادم اومد که مولتیورس رو میگه. اوکی اینو برش شد. میتونیم در مورد اینم حرف بزنیم. حالا اون خیلی گسترده تر. من اطلاعاتی داری در موردش؟ آره حقیقتا نه. خب من خیلی خوب توضیح دادم. میریم آقا در موردش میریم حرف بزنیم و امیدوارم که تا اینجا این اپیزود خوشتون اومده باشه، بهتون خوش گذشته باشه. کنار نهار، شام، صبحونه، البته این اپیزود صبح پخش میشه
بخاطر اینکه اول صبح بخیر گفتیم ما. ربطی نه، من خودم مثلا ویدیو صبح پخش میشه میشینم تا 3 شب میبینم. بچه‌ها به من گفتن تو تخت میبینیم بعضی وقتا. شبت بخیر. اگر میخوای بخوابی الان آرزو میکنم خوابای خوب ببینی. کلا آخر شبا بیشتر ویدیو دیدن حال میده تا تو روز. کست گوش دادن اصلا خودش کلا. آره اون موقعی که راحت تری هیچ کاری نیست انجام بدی، مثلا الان تو ویدیو رو یه الان میبینی مثلا ساعت 3 ظهره، 10 دقیقه بعدش مثلا باید پشی بری غذای درست کنی، مثلا 10 دقیقه بعد بری غذای بخوری، بری بیرون کاری چیزی، خب قطعا آخر شبی خیلی بهتر میشه. آره دیگه با آرامش بیشتری میتونی کاری نداری، فقط استراحت. دمتون گرم، مرسی. من تشکر کنم از میلاد و مهدی که توی این اپیزود همراه ما بودن و اینکه امیدوارم روزهای خوبی رو سپری کنید کنار خانواده‌تون. و الان تاریخ چنده؟ الان 10 دهیم، ساعت 10:09 است. الان ساعت 9 شروع کردیم. آره دمتون گرم، مرسی. حرف دیگه بچه‌ها ندارید؟ امیدوارم هر جا هستین سلامت باشین و خدا نگهدار، مراقب خودتونم باشین. دعوتتون میکنم که برید به اجرای موسیقی پایانی و فعلا خداحافظ. خدا